خدا انیت حکومت نصیب کرده که ضد سلفی است. اینا را باز میفهمین که چی تو جزا میتن. در این وطن تنها مذهب حنفی میچله، دیگه مذهب نمیچله اینجا. اونا را معرفی کنین که این نظام ضد از اون. اکثر گروه ها که هست اونا در منهج مشکل دارن، منهجشان کفری میباشه. مثلا حال منهج امارت، چرا امارت کافر و مرتد ما میگیم یا اکثر مسلمان ها میگن؟ به واسطه که منهج امارت منهج کفری است. چگونه کفر است؟ مثال اول در نصاب منهج تربیتی امارت چیزی به نام توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات، حاکمیت، امر و نهی وجود نداره. هر کس آورد ثابت کرد سر مر بگیره و پایدار بزنه و زبان خودم میبره. اقسام توحید در منهج امارت وجود نداره. در صورتی که قرآن عظیم الشان 2500 آیت درباره شناخت اقسام توحید و عقیده اسلامی نازل کرده و رد اقسام کفر و عقاید کفری. اگر در منهج امارت اقسام توحید می بود، یکی از شرایط توحید حاکمیت چیست؟ که با کفار دشمنی کردن است، با مسلمانان دوستی کردن. و اگر به منهج امارت این می بود، خب باز اینا با پاکستان دوستی کردن نمیتونستن، با ایران دوستی کردن نمیتونستن، با روس دوستی کردن نمیتونستن. این دفتری که با ضمانت روس 20 سال بیرق سفید سرش دفتر قطر بالا بود، چرا یک پتوغیر آمریکایی و کفار بالای از اون نزد؟ به واسطه اینکه اینا دوستی و ارتباط داشتن. اول در منهج امارت توحید نیست، توحید الله وجود نداره. یعنی این منهج به ضد 2500 آیت قرآن کریم ساخته شده. یک. دوم، در منهج امارت حدود الله و تطبیق حدود و قصاص و تعزیر به شکل کامل شرعی به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه وجود نداره. یعنی بعضی از مسائل اخلاقی را دفاع میکنن، مثل مردم به نماز امر میکنن ریش نگه دارین و لنگی داشته باشین، بعضی از این مسائل و آداب و مستحب و سنت ها، اما در تطبیق حدود اینا مشکل دارن. چرا؟ اینا دست ببرن، زانیه را سنگسار کنن، قاتل اعدام کرده باشن و لواطه‌کار زیر دیوال کرده باشن، حکم شریعت سرجاری کردن و خودشان در فساد اخلاقی اکثرش مبتلاست و در مرض بچه بازی و لواط و فساد اخلاقی اکثر خودشان معتاد هستند. باز چگونه به سر دگرایی را تطبیق کنند؟ و سوم، این منهج 1000 آیه که درباره جهاد و قتال و دشمنی با کفار حربی است. با این 1000 آیت مشکل دارن. اینها با کفار حربی پاکستان کلش کفار حربی بود. نظام انگلیس، نظام حکومتش، نظام نظامی ایران کلش مشرکین حربی است. آمریکا کلش کفار حربی بود، روس کلش کفار حربی، سازمان بین الملل کلش حربی، حرب تبلیغاتی داره، حرب مالی داره، حرب نظامی داره به ضد مسلمین. اینا این 1000 آیتی که درباره جهاد و قتال و دشمنی با کفار است، این هم شکستاندن. گفتن فقط تنها جهاد و قتال با پلیس و اردوی افغانستان میکنیم، با نظام طاغوتی باز پاکستان صلح میکنیم، با ایران صلح میکنیم، با روسیه، با تمام کفار جهان به ایمان دوستی میکنیم. به این 1000 آیت هم سوم اینا کافر شدن. چهارم، منهج امارت دعوت و ارشاد و عقیده اسلامی و این چیز نداره. مثلا 400 آیت در قرآن کریم درباره دعوت الی الله و امر بالمعروف و نهی از منکر است. شما دیدین که به سایه امارت تریاک کشت میشد، سیگار میشد، شراب میشد، حتی به اصطلاح دیشانتان تلویزیون فعال بود. و فعلا هم که اینا همین نظام گرفتن، چی میکنن؟ سریال ها و تلویزیون ها هست، همون برنامه سابق که بود حد فیصدی تفاوت کرد، بعد اکثر هست. هیچ نوع نصب دکان شراب فروشی شراب خود فروخته میره، کامپیوتر کار فیلم سکس و سوپر خود سودا کرده میره و هر کس با هر فساد اخلاقی که دوچار بود با مکار خود روان است. تغییری نیامده، فقط یک بیرق سفید سرش بالا شده بس خلاص. و اینا روش دعوت و امر بالمعروف و نهی از منکر یاد ندارن، بس خلاص. و این آیات تطبیق هم نمیکنه، با منکر مخالفت. چرا؟ اینجا در دعوت الله متعال میگه تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، با معروفات امر بکنیم و از منکرات باز بداریم. اما منکرات اینا دیدیم که گم نشد و خودشون روزانه جدید عکساشون خود زنها بیرون میشه و خود پروگراما و همون تواقیت و همون کفار که با دموکراسی مرتد شده بودن، هی به اونا اعلام کردن که بیام خود ما پس یک جاشیم، ما شما یک جا کار میکنن دیگه. اما کفر خود باز دوباره تجدید کرد. چهارم، در منهج اینا دعوت اسلامی وجود نداره. پنجم، الله متعال 150 آیت درباره پیروی کردن از منهج سلف صالحین در قرآن نازل کرده که اینا دشمن او هستند و دشمن 150 آیت هستن و دشمن سلف هستن. اینا میگن ما حنفی هستیم، من طول حنفیانی و سلفیان نمونو، طول تمام جهاد کو. مولای هیبت الله مشرک لعنت الله علیه خودش در خطبه خود میگه که از کشتن یک وهابی و سلفی از 70 تا آمریکایی که افضل است. وقتی که یک رهبر مشرک مرتد خود از اینا که خودش مرید پیر باره است و یک پیر پرست و یک مشرک ملحد است و خودش تولد شده عیسی است و تربیت شده زو است و قرآن کریم نمیفهمه، حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمه و همون گپایی که کفار و مشرکین میگم این همون گپ میگه. پس نظام اسلام ایمان از کجا توقع است؟ پس منهج امارت با اسلام
هیچ نوع سازگاری نداره. فقط تقریبا 4000 آیت 4500 آیت قرآن که دموکراسی رد میکرد، منهج امارت هم رد میکرد، در منهجشان نیست. آیت مسائل خود ریزه که مسائل عبادات است که یهود به مخالفت نداره، نصارا نداره، هندو نداره، با کفارش ضرر رسونی میرسه، او مسائل هستند. به مسائل یهود هم موافق است. در آمریکا 12000 مسجد جامع است، نمازهای خیلی خوب میخونن، مسواک خوب میکنن، تهجد اوابین میخونن، ورزش‌های خیلی کلان دارن. اما اگر شما بیم آیات جهاد و قتال بیان بکنیم، توحید یکتاپرستی بیان بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر درست بیان بکنیم و پیروی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایر بیان بکنیم، باز اینا با کل از مشکل داره. ضمن ازی که مسلمان نیستن، بلکه به مذهب هم که خود نسبت میکنن دروغ میگن، حتی حنیفی هم نیستن، اینا سیفی هستن. سیفی یعنی همون یک پیر مشرک و مرتدی بود، سیف الرحمن پیر باره. تمام علمای افغانستان و پاکستان و هند فتوای کفر او را داد. فتوای فریدی را مطالعه کنین، بسیاری از علمای جهان فتوای کفر تکیه بود، دعوای نبوت کرد و کتابش موجود است به نام هدایت السالکین که میگه من امام الانبیا هستم، روی ما در غزوه بدر با پیامبر نمیبود، پیامبر کامیاب نمیشد. اصلا اینا تربیت شده همون تو یک فرقه ضاله گمراه مشرک و ملحد و بدعتی و خرافی اعتقادی اهل بدعت و کفر و شرک و ارتداد همون قبر پرستا و پیر پرستا هستند و از یک طرف هم کفرای سیاسیشون هم دنیا دید تصویراشون و سفرهاشون در کشورهای کفری و ارتباطاتشون با کشورهای کفری و در آینده هم شما خواهد دیدیم که سربازای صلیبی چین، سربازای صلیبی نظام طاغوتی ترکیه، سربازای صلیبی نظام روس باز اینا در افغانستان داخل میکنن و کفر خود و اون مردم بی‌وقوفی که حالی هم بر ریش و لنگی از اینا بازی خورده و با کفر اینا شک داره و کفر از اینا صراحتاً ثابت میشه، برای جنام ثابت میشه. و این پاکستان طاغوتی همونطور که سیاف طاغوت تربیت کرد، ربانی رو طاغوت تربیت کرد، همونطور که مجددی رو طاغوت تربیت کرد، همونطور که دیگه هم طواغیت امرالله صالح و همسال اونا رو هم طواغیت دیگر رو تربیت کرد. یعنی پاکستان بود که اینا رو تربیت کرد. چی فرق میکرد؟ چرا مردم تا دیروز که بود پاکستان دشمن خود میدونست، نظام طاغوتی پاکستان و ایران و حالا که شد باز امارت اسلامی شد؟ هرگز اینطور نیست. اگر منهج اینها با قرآن 100% موافق باشه، با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موافق باشه، با روش صحابه موافق باشه، هر کس به مخالفت کنه مخالفت به اسلام است. اما چون منهج اینها رو شما مطالعه بکنین که در منهج اینها دشمنی به توحید الله است، دشمنی به سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است و دشمنی به روش سلف صالحین به خلافت اسلامی و مجاهدین بر حق و دشمنای یهود و نصارا است. پس اینا با یهود در پیمانهای سیاسی و در حکم سیاسی اسلام یک چیز هستند. به این واسطه اینا رو ما کافر میگیم، الله کافر میگه، پیامبر کافر میگه، صحابه کافر گفته و همه مؤمنین واقعی اینا رو کافر مرتد و مشرک میگه و کسی که در کفر و شرک اینا شک کنه او هم در کفر قرار میگیره، نعوذ بالله.